رکوردهای گینس که توسط ایرانیان شکسته شده. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش کشورمان به خاطر پرتاب دست 61 متر و 66 سانتی متریش در بازی بین تیم‌های ایران و کره جنوبی در تاریخ 11 اکتبر 2016 در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روسیه گواهینامه مربوط به این رکورد را از مسئولان گینس دریافت کرد. نام علی دایی فوتبالیست سرشناس ایران با 109 گل ملی به عنوان بازیکنی که بیشترین تعداد گل ملی را به ثمر رسانده به صورت افتخاری در کتاب گینس قرار گرفته است. در کتاب گینس از امپراتوری هخامنشیان به عنوان بزرگترین امپراتوری جهان از نظر جمعیت نام برده شده است. بیش از 49 میلیون نفر از 112 میلیون جمعیت جهان آن زمان در این امپراتوری زندگی می‌کردند. مسافرت اولین ایرانی به فضا. انوشه انصاریان اولین زنی است که برای سفر تفریحی به فضا رفت. نام او به عنوان اولین توریست فضایی زن در کتاب رکوردهای بین‌المللی ثبت شده است. خانم انصاری تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و برای این سفر حدود 20 میلیون دلار پرداخت کرده است. وی در سال 1385 مدت 9 روز را در ایستگاه بین‌المللی فضایی سپری کرد. نام رضا پاکروان به عنوان سریع‌ترین عبور از صحرا با دوچرخه در کتاب گینس ثبت شده است. وی در سال 2011 توانست با دوچرخه در مدت 13 روز از الجزایر به سودان سفر کرده و 1734 کیلومتر را در این زمان طی کند. شنا در آب‌های آزاد. محمد حسین کبادی شناگر اهل استان هرمزگان نیز نامش در سال 2012 در کتاب گینس ثبت شده است. او موفق شد در مدت 85 روز طی یک مسیر 1100 کیلومتری رکورد اولین و سریعترین زمان برای شنا در خلیج فارس را ثبت کند. نام احسان قائم مقامی نیز در وبسایت رسمی گینس ثبت شده است. این استاد بزرگ شطرنج توانست در سال 2011 با بازی همزمان شطرنج با 614 شطرنج باز عنوان بیشترین بازی شطرنج همزمان را ثبت کند. وی بیش از 97% از بازی‌هایش را برد. بزرگترین فوران چای نفت در تاریخ مربوط به نشت چای نفتی در نزدیکی شهر قم در سال 1335 است که 3 ماه ادامه داشت. این فوران روزی 125,000 بشکه بود و ارتفاع آن به 52 متر می‌رسید. این رکورد در کتاب گینس ثبت شده است. مراسم تشییع جنازه خمینی به عنوان بیشترین تعداد شرکت کنندگان نام برده شده است. به نوشته گینس به استناد اظهارات مقامات ایرانی بیش از 10 میلیون نفر در این مراسم شرکت داشتند که در حدود 1/6 جمعیت آن زمان ایران بوده است. به گفته برخی کارشناسان ایرانی، کویر لوط با بیش از 70 درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین نقطه جهان ثبت شده است. گرچه العزیزه لیبی با 58 سانتیگراد و دره مرگ در آمریکا با دمای ثبت شده 57 درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین نقاط جهان نام برده می شود. شهر اووز در خوزستان نیز با 53 درجه به عنوان یکی از گرمترین نقاط جهان شناخته می شود. بزرگترین ساندویچ که خورده شد. مهر سال 1387 طولانی‌ترین ساندویچ جهان با 1500 متر طول تهیه شد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز در هنگام نمایش این ساندویچ در پارک ملت تهران تماشاگران بخشی از آن را خوردند و بررسی ناظران گینس ناکام ماند. بزرگترین فرش دستبافت با 5634 متر در مسجد شیخ زاید ابوظبی گسترانده شده است. طول این فرش 133 متر و عرض آن 40 تا 48 متر است و این فرش به مدت 18 ماه توسط 1200 بافنده نیشابوری بافته شده است. این فرش 35 تن وزن دارد و در سال 2007 در کتاب گینس ثبت شده است. قوی ترین مرد جهان. حسین رضازاده دیگر ورزشکار ایرانی است که رکورد جهانی را ثبت کرده است. حسین رضازاده قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک است که سنگین ترین وزنه را جابجا کرده است. وی توانست در سال 2000 در سیدنی استرالیا وزنه 472 کیلوگرمی در مجموع حرکات یک ضرب و دو ضرب را بالای سر ببرد. در سال 2004 نیز بار دیگر نام وی با مهار وزنه 263 کیلوگرم در حرکات دو ضرب در کتاب گینس ثبت شده است.